یه انتخاب غلط، یه عمر پشیمانی. ازدواج مثل کفشه، خیلی گشاد باشه تا ابد اذیت میکنه، خیلی تنگ باشه زخمیت میکنه و نمیتونی هر لحظه عوضش کنی. پس قبل از انتخاب همسر این 3 کلید طلایی را یادت بمونه. مورد اول، ظاهر زیبایی میاد و میره. دنبال کسی باش که روحش با قلب تو یکی بشه، نه فقط قیافه‌اش. مورد دوم، جای درست، عشق واقعی را توی مسیر درست پیدا کن. کسی که ارزش‌هاش با تو یکیه، نه غریبه. مورد سوم، حکمت ازدواج شوخی نیست. مشورت کن، تجربه بگیر و با خدا راز و نیاز کن. اون بهتر از همه میدونه کی به قلب تو میاد. عروسی یه روزه است، ولی ازدواج یه عمره. برای زندگی آماده شو، نه فقط جشن عروسی. تو کدوم نکته رو برای ازدواج مهمتر میدونی توی کامنت بهم بگو. اگه ما رو دنبال نکنی دیگه این پیج رو نمیبینی و اگه دنبال میکنی تبریک. تو در مسیر پیشرفتی.